درود و احترامات هموطنان عزیز، بینندگان و مخلص ها. امیدواریم که یکی شما خوب، صحت، سلامت و سربلند هم باشه. دوستای عزیزم، امروزه بگیم که صحبت بنده بالای سری همون آبخیزی ها می رود که امروز در تاجیکستان خیلی بگیم که مردم خیلی زیاد آزار دیدن، خیلی زیاد اذیت کشیده ایستادن. خانه ها، خصوصا خانه های مردم ما که از ماتریال بسیار پس صفت بگیم ساخته می شود. نام او غشت لایی هست. اون غشت پخته نیست، یعنی که آماده شده نیست. بگیم هم که گردان کردگی، آب دم که قاق شدگی، یعنی یگان گویم که قوه و توانایی بگیم استاندارد نداره، یگان استاندارد نداره غشتای ما. از همین لحاظ داره کمی اگر نم بکشه و غشت بگیم که پاره میشه. و اگر باور نکنه یکی غشت بگیرین داخلی آب بدازین، ایزاب کنین 1 2 3 4 5 و دستاتون خالی میبروه، غشت پاره میشه و میروه. یعنی در 5 سکوند در داخل آب بدن او غشت بگیم که از بین یعنی آب میشه در داخل. خلاص کلام هموطنان عزیزم، یعنی که 10 سال در سیاست باشم، اگر 10 سال خصوصا عیناً همین مسئله را هر سال بگیم که بنده از زمین سخن کردگی است. آبخیزی، پیش راه آب گرفتن، کانال ها را تازه کردن، جای هایی که آب میزنه یعنی او جا را دم بزدن. بسیار کوههای تاجیکستان هم میبینیم که خنبیده رفته ایستادن، آب ششته بریده غار کرده کوه را. از بس که ما خاک زیاد داریم، یعنی که عین حال که مردم زندگی میکردگی جا همش قریب که خاک ها هستند و این چیزا بسیار زود بگیم که آب میشوه. البته که باید یا بگیم که یک سیم کشیده شوه، یک سیتکه کشیده شوه، یک بیتون ریخته شوه، یک بگیم که یک استراخوفکه داشته باشه. اما متاسفانه که 32 سال میشه مومالی رحمان فقط اویلش بودجه استراخوفکه کرده ایستاده است. بیش کردن یعنی زیاد کردن اویله بودجه اویلوی. دیگر تاجیکستان یک واقعا دیگر از استانداردی بگیم کشور بدن اوس بیسته که از قشلاق بدن هم برآمده رفتگی است. تاجیکستان کشور کوسیسته قشلاق شده نمیتونه، یعنی که قشلاق برای خودش یک بخطری داره. اما تاجیکستان امروز دیگر یگان بگیم که بخطری برای انسان ها نداره. یعنی هرگاه میتونه یک که چپه شوه، هرگاه میتونه یا آب کنده شوه، هرگاه میتونه یا باران بیایه خونه مردم اینم خیلی آب ششته چپه کده بروه. 10 سال زیاد میشوه. عیناً همین مسئله را من بسیار سر صدا کردگی هستم. تابستان و تیرما عیناً در همین مسئله من ده ویدیو کردگی هستم. میتونین که از کانال من خصوصا همین مسئله را نواراش پیدا کنین. پیشتر که 10 سال پیش کانال وجود نداشت، اما در فیسبوکی بنده این نوارها هست. در فیسبوک بیشتر نوارها میکردم. این نوارها وجود داره در فیسبوک و 3 سال 4 سال آخر میشه که بنده در این کانال میکنم، همین نوارها را میگم و امروز هم دارم عیناً همین سر صدا را میکنم و عیناً همین مسئله را گپ میزنم که تاجیکستان بسیار یک کشوری بگیم که خطرناک شدگی است برای زندگی کردن. برای یگان انسان یگان گارانتی نیست، نه تنها کشتن قتل کشتن امنیت باشه و امام علی رحمان برای نفسش، اما تاجیکستان خودش یک بگیم چیزی بگیم صدموی قرار گرفتگی است. یعنی کل کشور یک حالت صدموی قرار داره. در یگان حالت برای این ملت گارانتی نیست. در خود پایتخت که امروز ما داریم سر صدا از همون پایتخت داری و
پیشروی و شکرانه و آبادی و آزادی و زیباگی و پایتخت که حرف میزنیم و میکنیم، امروز ما در پایتخت یگان بگیم که گارانت نداریم، یگان گارانتی نداریم در پایتخت. امروز خودی پایتخت در یک حالت صدموی قرار داره، با تمام گل، با تمام همون 4-5 دام زیبا، خودی پایتخت حالت صدموی قرار داره. سال نیست که پایتخت تاجیکستان با مثل وینیتسیا نشوه. یک پایتخت کشور مثل یک وینیتسیا میشوه، آبزنی، آبخیزی. برای چی؟ برای اینکه ما همون چیزهایی که همون آبکشهای لازمی، به نام همون روسی کلادس ها میگن، با تاجیکی موکی آبکش میگن، همون آبکش های لازمی زیر زمینی، آبکش هایی که همون قبور هایی که باشه که آبی لازمی زیر همون زمین روه، بگه ما این چیزا نداریم. سالها میشوه که ما سر صدا میکنیم، یعنی ویخهای دامو، نزدیکی های دامو، از تگ زمین آب روی زمین میخیزه، یعنی همون خیل سکواژنی کنده توربو زده شوه و او آبی زمین برآورده شوه تا که تگای دامو بگیم که همون خیل بو نکنه، تا که تگای دامو از چیز بیرون نشوه، یعنی خیلی زک نگیره، پشخونه نشوه، مگزخونه نشوه. ده ها سال شد ما در این باره سر صدا میکنیم و میگیم. متاسفانه که از بس که من به نام رهبرها، به نام سیاستمدارهایی که داریم، اصلا ساختار دولتداری را نمیدونن که برای دولت چی لازم است یا چی لازم نیست، یعنی چی باید کرد برای مردم. تنها اینا یک نمود دولتداری دارن، بالای مردم کشتن، قتل کردن. کدامی که ناراضی هستی پس تو کشته میشه. تو با تمام شرایطی که ما برای تو می آفریم یا که هر شرایطی که داریم ما نابود میسازیم اون شرایط، تو بدترین شرایط در زندگی میکنی، نه که بدترین شرایط شکرانه میخونی. اگر که تو راضی نیستی، شکرانه نخوندی، یعنی که تو از بین میروی. حتی که من اگر یک روز پرسیدم که همین شکرانه چی معنا داره، معنای شکرانه را گفته نمیتونه. واقعا معنای شکرانه را نمیدونه، اما شکرانه میکنه. در حالتی که چیزی که خودت گفته ایستادی معنای او را ندونی که او چی است، چی است و او را تلفظ میکنی، میگردی روزی درست. بشخی حاضر ما همین سوال همونو که مردم تاجیک در کامنت بنویسین، انسان هایی که میدونین، انسان هایی که طالب علم هستین، علمدار هستین، باسواد هستین، خوندگی هستین، این چیزا شاید معناش بدونین. یکی خلق عادی که شکرانه میکنن، بنویسین معنای همون شکرانه را چی است، چی میدونین در همون کلمه شکرانه. سوال کنم نمیدونن چی است شکرانه خودش. یعنی که شکرانه میکنن و بگیم که زندگی میکنن. اگر راضی هستی راضی هستی، راضی نیستی یعنی تو قتل میشه و کشتار میشه. از آن جمله خود امام علی کلمه شکرانه را نمیدونه که چی هستی شکرانه خودش. شکرانه یا خداوند ما با تو شکرانه میکنیم، شکرگزاری میکنیم، نمیدونم این کلمه چی است. با فارسی گفته ایستاده است، نه که نمیدونه که همین چی است. میفهمی نمیدونم. متاسفانه بحثی شکرانه همیشه و وقت ساعت داره، وقت ساعتی خودش خطی ما از در باره شکرانه هم صحبت میکنیم. البته که این کلمه ها رو هم واضح میکنیم که من شخصا خلق هستم، بسیار کلمه ها را جستجو میکنم و بگیم که معنا و مضمونی او را برای یافتن. از بس که ما بسیار سخنهای کوچگی بسیار گپ میزنیم، لهجوی گوییم، حرف میزنیم، ما کلمات اصلی فارسی تاجیکی خدا معناش نمیریم چی گپ است. ما معنای گپ همین امام علی گپ میزنه کدومی میفهمه معنای امورا؟ نه نمیفهمم. ما باوری دارم شخصا تو چند سال پیش، تو همین بگیم که 8 سال 7 سال پیش، من معنای سخنا رو نمیدونستم که امام علی چی گفته ایستاده است. یعنی کوشش میکرد امام علی چیزی بفهمونه برای مردم.
و من باوری کامل داشتم که امام علی رحمان خودش خوندگیش نمیدونست که چی خونده است. تنها می نوشتن میگفتن بخونی نمیوره. همین کلمه های فارسی تاجیکی ادبی است. دیگه اگه مشکلی نداره 100%. خلاص کلام دوستای عزیزم، امروزه موضوعی که ما داریم موضوعی بگیم که سر کمبودی های کشور که امروز آبخیزی ها شد، خیلی پایتخت و خیلی دیگر داره واسه و کولاب دیگر منطقه های تاجیکستانی که ما داریم زیر آب قرار میگیرن. یعنی بسیار بگیم که بارانی کمی بگیم شدید نیست که تای آب میمونه. این نشانه اون است که در 32 سال خدمت های کرده امام علی بالای تاجیکستان، بالای تاجیکستانیان یا در سرزمین این تاجیکستان این همی بود. این همی بود که یک جای به خطر ساخته نشید. ما 100 بارو میگیم یک کانال تازه کرده نشید، 5 درم رسخود نشید. بعضا کانال ها تازه میشیدن در خود واسه و کولاب، بعضی دریاها کانال ها که همون نزد قشلاق اوقاتی میگذاشتن بگیم که تازه کرده میشید، دنبه زده میشید. این هم باشه از مردم پول جمع کرده، از مردم پول جمع کرده حکومت از کیسه مردم ولی میگن کو برچکه به چار میگه کو ایشاتی ما کیسه خودت. این حکومت به نام خود می نوشت این کارها را، اما مبلغش از مردم بگیم که جمع میکردن 200 300 100 سومونی و 200 سومونی و 500 سومونی جمع کرده از مردم، بگیم که برای مردم یک جبرهای مردم و غیره چیزها را تازه میکردن. و چندین سال همین نشانه بود که یک ماستی واسه که صدموی بود، امام علی رحمان در 100 میلیون دلار توانست سمالیات خره، اما در اونجا یک چند صد هزار سامانی که مصرف میشید با همون چقدر ارماتور و چقدر بگیم سیمنت. متاسفانه حکومت تاجیکستان یک ماست، یک پول که همون پولی که ماشین گذر است با این مسافه بگیم که یعنی شهرهای بگیم که پیوست میکنه یک ولایتی که ما داریم بدخشان است، بدخشان با پایتخت پیوست میکردگی یک شاهراه است که آخر عاقبت برداشت نکرده و گویم پول از میان دو تقسیم شد، از میان دو تقسیم شد و پول خلاص تا حال دارن اینا برای تعمیر کردن اون پول از خارجه، از خیتایی و از امریکا و از اروپا و از خیرخواهان بگیم که قرض میکنن که تو که برای پیوست کردن بگیم که پولی همون ساختن پولی بالای آب پیوست کردن بدخشان با پایتخت. این ای از یک شرمندگی یا حکومتداری 32 ساله امام علی رحمان که از چی ما حرف میزنیم. امروزه بسیار بگیم که برای امام علی رحمان و یا ساختار حکومتی بسیار بگیم که قلای هست اون چیزی که مردم بی سواد کنه، مردم بسیار بی عقل کنه و مردم توپای کنه. خود امنیتی امام علی رحمان که در تیک توک در اومده برای بطل زنها بگیم که پدرکه میزنه و غیر کارها میکنه تا که وار ازارت بدرونه، یعنی ازارت شون و بگیم که دوام بتن همین تیک توک بازی را و هوش مردم در بطل هاشون جلب کنن، مردم از یک هوشش در دیگر طرف ها باشه. بگیم که و امام علی رحمان دوامی دزدی شود، دوامی دیگر کروش دوام دادن میگیره و کسی در قصه وطن، شرایطی وطن و بگیم که اون حالتی که وطن داره باید در قصهش کسی نباشه متاسفانه. یعنی که این هست سیاستی پیش گرفته امام علی رحمان 32 سال در سر بگیم مردم تاجیکستان هست و در سرزمین تاجیکستان است. بسیار کوشش ها کردیم، بسیار بگیم که با لفظ تندم گپ زدیم، با لفظ تحقیرم کردیم و غیره کارها هم کردیم تا که برای با لفظ خودی مردم هم صحبت کردیم که تا که مردم چیزی را درک کنه با زبان خودش اقلن گپ زنیم
گویم که همون مردم یک چیزی را درک کنه که با زبان ما گپ زده ایستاده است. اما متاسفانه بگیم که برای مردم با سرود هم گپ زدیم، مردم درک نکرد، با شعر هم گپ زدیم، مردم درک نکردن. خلاص آوردیم با همه افندی ها هم گپ زدیم، بسیار بگیم با تمام چیزی روی دنیا با مردم تاجیکستان صحبت کردیم. یکی متاسفانه که بگیم مردم عزیز ما بسیار از زندگی و از دنیا، از فکر کردن، خصوصا از فکر کردن، مردم ما بسیار دور ماندگی هستند. ما خیلی وقت میشوه که داخلی بگیم که همون مجازی که استفاده میبرن، همون تیک توک هست، خیلی وقت میشوه من یک چند همینجا استراحت کنم برای بعد صحبتمون و دلش میریم. خیلی وقت میشوه که ما میآموزم همون رفتار مردم و اخلاق مردم و کدام طرف رفته ایستادن مردم. من این چیزا بسیار وقت میآموزم که مثال کیها یورا در بطل ها میدرورن و چقدر انسان های امنیت هست. اما گپ میزنه از همون معلوم است که از کیا هستن، از چیا هستن. یعنی مردم دوران جلب میکنن در یک طرف برای هوش گرفتن و طرف دیگری باشه امام علی رحمان دوی دعوای مدنیت، فرهنگ، تاریخ 1000 ساله و 10000 ساله و 3000 ساله و بگیم اون چیزی که امام علی رحمان خودش اصلا نمیفهمه. یک برادرم در کامنت نوشته است که درختای پشت خونش از خارج آمده است، یگان میوه یا چیزی بگیم که تاجیکستانی نیست، مثلا انگور، زردالو، سیب یا نمیدونم یک چیزی که همون درخت تاجیکستان باشه، حتی که درختای پشت خونش از خارج آوردگی است. یعنی این انسانی که تمام زندگیش از خارج است، حتی خورد و خوراک، لباس، تمام حیاتش، طبابتش حتی که در خارج است، این انسان برای ما دوای بگیم که فرهنگ و یا نمیدونم هویت ملی تاجیکی میکنه. امروز یک دوستی عزیز داریم ایران خونده بوده است، با نام مرتضی هست. امروز خیلی صحبت داشتیم همراه برادر درباره تخصصی برادر پرسیدم که دوستی عزیزم خود تخصص چی هست؟ این بسیار سر صداها و دیگر چیزا که برای من مهم نیست، دینی تا مذهبی تا من در اینترس ندارم. اما تخصصت چی است؟ تخصصی برادر بگیم که زبان شناسی، بگیم که تاریخ فارس و زبان فارس بوده، فارسی. ببین یک جوانی که یک انسانی که امروز یک آدم دوا از فارسیت تاریخ هویت داره و این کودک رفته است از حساب خودش در ایران زبان فارسی خونده است. ما داریم که از دوره SSSR سرکردگی 70 سال SSSR و 30 سال امام علی رحمان، 32 سال امام علی رحمان، اگر جمع 102 سال 103 سال تاریخی که ما با زبان کریلیکی که روسی چرا در کنش حلقه زدن ما در جه گفته دادن، اینه چیزا را باید اینه تاریخ شدگی است. اینه تاریخ باید ما با زبان فارسی نویسیم. یعنی که ببین با کلمه فارسی امام علی رحمان میگه میلیارد دلار در کار است که تو که ما با الفابت فارسی گذاریم. و چرا این جوانو را تگده تروریست گفته از وطن سر کردی؟ چرا این جوانو را نیمی جوانای دیگر در زندان قرار دارن که با نام نمیدونم یا شیعه هستن؟ و تو مذهبی قطعی چی کار داری؟ دینی قطعی چی کار داری؟ بیا باشه گفتی هم گپو نمیدونم کاتولیک باشه، بیا بت پرست باشه، که رازنیچه دینش چی است؟ تو امنیت داری، KGB داری و غیره داری، کنترل که چرا برای جوانو فرصت یعنی جا نمی آفریدمون که انسانو بگیم کتاب ها با زبانی بگیم فارسی نویسن یا در مکتب و مدرسه ها زبان فارسی، الفابت فارسی درس بتن که نسل با همو الفابت فارسی شناس کنن. تا از کدام هویت فارسی گپ میزنی؟ تا از کی فخر میکنی امام علی رحمان؟ از رودکی؟ الفابت رودکی با چی بود؟ یعنی با کدام الفابت نوشته میکرد رودکی؟ از جامی با کدام الفابت نوشته میکرد جامی؟ از کدام؟ از سینا؟ از کدام الفابت استفاده میبرد سینا؟
تو با چی نازیده ایستادی؟ با کدام تاریخ، با کدام مدنیتت نازیده ایستادی؟ وقتی تو دعوا از فارس بدن داری، پس الفاویتی فارسیت کنی. من مستقل هستم میگوی، تو میگم که مستقل نیستی، کنی الفاویتی فارسیت. چرا من امروز خونده نمیتونم؟ در یک کشور فارس زبان زندگی کرده الفاویتی فارسی را نمیشناسم چی است، چی خیلی است. نه تنها الفاویتی فارسی، الفاویتی که تو اومده کردگی هستی، این الفاویتی که چه روسی در کنش حلقه زدگی ج، خی روسی را در کنش حلقه زدگی هی گفته دما دادگی هستی، با این چیز در اینترنت چیزی یعنی که از عالم مجازی بگیم دنیا چیز پیدا کرده نمیشوه. همین چیز می نویسی قدم قربان میبرویه با این الفاویتو، یا بابا رجب میبرویه، یا زفرچه میبرویه، یا که مگنباد میبرویه، دیگر چیز نمیبرویه با این الفاویتو. بزن در اینترنت لبای چی بنویس با همین الفاویتت، توجیکی بنویس نمیا میبرویه. با چی مینوزی؟ با کدام تاریخ؟ نه تاریخ داری، نه تمدن داری، نه وطن آباد کردی، آوردی وطن امروز در یک شرایط صدموی قرار گرفت. باوری نیست در این وطن دیگر. انسانی که زندگی داره باوری نداره که فردا باران شوه خونه او زیر آب میمونه یا نمیمونه. میفهمی نمیره؟ وقتی ما گپ زنیم خطاب میکنه که تروریست، خائن وطن، وطن فروش. ما واقعا او آدمایی را که شما آورده این با مقابل ما مونده این، ما بسیار منظرت میخوام. فکر کنیم که از شما دیده همه باسوادتر هستن، چیزی میفهمن که میوین مقابل ما. نه که در اصل بگیریم اینمی نشانه دولتداری شما است. او انسان مضمون سخن خود چه نمیدونه. یکیش میبروه میگه شکرانه، که ما سوال میتونم که چی است شکرانه خودش؟ میگه در خدا شکرانه گفتن همین کلمه چی است، از کجا گرفته شید؟ نمیدونه ای چیزه. وقتی یک انسان کلمه خیچ گفتگیش مضمونش نمیدونه و او انسان مرا میگه که تو خائن وطن هستی، تو وطن همی خواهی جذب کنی و وطن همی خواهی اینکار کنی و وطن اینکار کنی. من قلقم که از من میگم میتونم کلمه ای که تو شکرانه میگوی از کجا گرفته شدی چی معنی داره؟ اما تو توجیکی، این کلمه توجیکی تا است، تو نمیدونی کلمه توجیکی خطه. بعضی ریش اینه قدر جورم بوری موندگی ریش گفته نمیشه اورا، نمیدونم کوکلوی تای سرتونه راگردیو تو رنگ غوز وری ترتان وطن آیمای وطن اینمی بگیریم وزیرش مونین تک دایره. یک وزیری که حمایه وطن کرده نمیتونه با مخالفش برومده از روی قانون کانستیتوسیا نمیدونم از روی هر چی که میخوام ما صحبت میکنیم با او. وقتی که یک انسان یک وزیر برومده دفاع از وطن کرده نمیتونه، وظیفه وزیر چی است؟ وظیفه گنرال ارمیا نمیدونم، وظیفه وزارت کارهای داخلی، وظیفه پروکراتورات گنرالی، وظیفه سود چی هست خودش؟ کشتن، قتل کردن، زندان کردن؟ نه. پس بیاین ما از روی عدالت قطعشان صحبت کنیم. گفته ایستادم برای آنکه او انسان ها صحبت کرده نمیتونن، شیار اونا قتل است و کشتار زندان. اونا در آبشستوا صحبت کرده نمیتونن. از همون دیده نمی 4 بلاگری که 4 یوتیوب چیزی تیک توکر احمق دارن کو از وزیراتون دیده همه با عقل ترن. من نگاه میکنم حدی اقل مردش هم دوزن دفاع کرده استودن از همون وزیرای خوبت. پس او چی آیلیگ میگیرن؟ برای چی او را آیلیگ دادستی؟ از کجا اونا معاش گرفته استودن؟ برای چی گرفته استودن معاشن؟
برای قرصک زدن در پارلمان. وظیفه اونا عدالت به مردم رسوندن و آن چیزی که کمبودی است برای مردم فهموندن. یک سویتی که یک قوه برقی که خاموش میکنین و میفروشین در دیگر کشورها، از اونجا مبلغ کار میکنین، میلیون دلارها، صدها میلیون ها کار میکنین سالانه و برای مردم فهمانده دادن نمیتونین. و او روز میبینیم دو بلاگ رفته برای مردم از سطح آب گپ زده ایستاده است. وزیر برق کجا بود؟ چرا وزیر برق نرفی گپ زنه؟ برای هم وزیر گپ و برق فکر میکنم میدونست که این مسخره بازی بود، زیر تمسخری میمونه. برای همو دیگر بگیم که دینگوز میزنن، سراشون تای خاک میکنن، تای کورپا میکنن. ما نمیبینیم یک وزیرت بروی بحث کنه و بگیم که آن کمبودیایی که ما میگیم از روی قانون یا از روی همون کمبودی وطن بروی بگیم که شربت برای مردم بگه که نمی کمبودی را ما داریم. یک نمیدونم یک احمق دیگه تا برووردین، او را احمق نگفته نمیشه برای که واقعی احمق بود. برووردنش میگه که توربوی اتاپلینی لای پرمیشه برای همو هر سال باید صاحب ملکو لای را توزه کنن که تو که اتاپلینی پر گرم شود. از کجا میگیرین این احمقا را؟ یعنی شما مردم تو همین درجه بگیم که نادان و بیفهم فکر میکنین که هرچی که بگین مردم باور میکنن. باوری دارین. 30 سال که مردم غلام کردین دیگه هرچی بگین مردم باوری میکنن. نه اینجا هست با انسانایی که میفهمه این چیزای دروغ، این چیزای کمبودی شما رو آشکار میکنه برای مردم میگه. یعنی اینه احمق بازی شما بود. برای این همه چیز شما میدونین که ما 100% کمبودی را 100% از 8 سرکدگی تو یه الفابیتی که همون کریلیکی که شما دارین بنامو تمام الفابیتاتون ما میبروریم که شما چیکار کرده استودین، دروغ است، قتل کردین، قانون را ویران کردین، اما را فروختین. ما میبروریم اسناد قطعی میمونیم. برای انمی شما دخ نمیکنیم، برایم بیاین قطعی ما صحبت کنیم. گویا که شما ستاره آسمان هستین و نظر شما نمیگیره. ما با در میگه او رو وینی ما نیست که ما قطعی و گپ زنیم. تو چی او رو وین داری؟ با کدام سواد تو او رو وین داری؟ با کدام عقل تو او رو وین داری؟ بیا که تو او رو وینید باشه ما قطعی صحبت کنیم از روی قانون، از روی کتابت. ما ببینیم او رو وینی تو کدام او رو وین سواد داری؟ تو کدام او رو وین عقل داری؟ تو کدام او رو وین سیاست مدار هستی؟ مرحمت بیا تمامی وزیر تا تکلیف دارم. این چجای پشمینیک تا چیکار میکنی؟ بیا وزیرت بیا او رو وین دعوا داری؟ تو خط بالا میدونی؟ بیا روی دانش بالا گیره چی کنیم معین کنیم. بیا که صحبت کنیم خلق معین کنن که کی را او رو وینش بالا است. بیا مرحمت کن اگر غیرت داشته باشی. این همی کمبودی ها است هموطنای عزیزم که ما داریم 10 سال دوام میکنیم، 10 سال داریم برای شما میرسونیم، اما متاسفانه ببین 34 نفر ششتگی است. 34 نفر ششتگی است. حاضر بدرو تیک توک یا که یوتیوب یک فاحشه ده، یک بیاداب ده، یک بدرفتار ده، یک نمیدونم تحقیر شدیسته باشه، دشنام شدیسته باشه، دو کس یک دیگر حقارت کردیسته باشن، حاضر نمی اگر یوتیوب صرفتن دو کس یک دیگر حقارت کنن 100,000 50,000 در تای افیرش میدروین تماشا میکنن که چی میشه و عاقبت کاری یا کی را زور میاره، کی را میزنه. میفهمین؟ اینه مفکوره مردم است. باید جایی که برای منفیت مردم، برای آینده فرزندی او صحبت میروه، او باید 24 ساعت درجه باشه که یعنی آینده من و آینده فرزندی من در این سرزمین چی میشوه. ما که دیگر یگان حیوان نیستیم که دیگر هر کاری که 10 مرده بکنه همون خیلی شوه. ما که انسان هستیم، در حیات خود
تصمیم گیرنده زندگی خودمان هستیم. ما وقت صرف میکنیم، ساعت 2 شب شده ایستاده است. ما ای کار برآمدیم، ما ای درس ای سبق رفتیم، درس خوندیم، کار رفتیم، از کار برآمدیم اومدیم شب شده است، ساعت 2 شب شده ایستاده است. باز هم یک چند وقت دیگر خودمون رو جدا میکنیم با برای مردم یک کمبودی را. مردم اون چیزی که بگیم همون درک نمیکنن، همون چیزا مردم همون چیزا شاید که فهمیشش نگیره. ما کوشش میکنیم برای مردم روشن کنیم چیزی تاریکه که مردم ببینه که فهم چون کرده ایستاده است یا حقیقت داره. اما مردم نمیبینیم در اینجا. مردم یا خودش فهمیدن نمیخواه. ما میلیون بار میگیم مردم باید در این کانال 100,000 نه 100,000 بدن عیب است. در این کانال باید میلیون آدم باید پیشت کنه، نه جنگ، نه کسی شما را به جنگ دعوت میکنه، نه کسی شما را بگیم که فن میکنه، نه کسی از شما پول گرفته ایستاده است، نه کسی هیچی نه. میلیون انسان باید در این باره که خودت گفته نمیتونی اقلا گوش کرده تونستنه باید در اینجا باید باشه انسان. ای بس که یک کانال سیاسی آینده دوایی که برای مردم کمبودی و دزدی هایی که میفهمونه، یک کانال سیاسی که سالها داره، شب و روز یک جوان ریش سر تمام میگفتی همون گپا پشمای بدنش در این رو سفید میکنه، از تمام پدر مادر زندگی میگذره، زن فرزند از تمام چی میگذره برای این سرزمین، برای این ملت و پیش چشم این ملت، پیش رای این ملت روشن میکنه، میخونه شب و روز، میآموزه، میخپه دروغای حکومت داره، میگه چندین سال میشه و این آبونه شدگیتون. این انسانایی که شما تغییرات میخواین. من بسیار وقتی که از کمبودی گپ میزنم، کمبودی ملت گپ زنم، بعد میگن که تو دشمن ملت، تو последнее время تو توجیکورا تو چیکار کرد، تو ازبک تو توجیکورا چیکار کردستی، تو مغولی، تو لقای، تو قلقی. فقط باید سر شما را یک کس سیله کنه، لولو بگه، شما را بیچوره بگه، مظلوم بگه. شما همین چیزا دوست میداره. لیکن من بعضی چیزایی را میگم، سخت میگم تو که شما بیدار شوی، شما خودتون مظلوم حس نکنین. میفهمین؟ همین کسل است کو هم بالای سرش بیا بگویه بیچاره میمبره، بیچاره یکی بیچاره خاک، بیچاره چندین بخشید بیچاره، همون کسل یه بوره کسل میشه. یکی همون کسل بیا بگو که اینک تختن چی قمه کنی تو بخیه بچه این سوس شیده کو این رنگ رو تبین چی خیش دست، این روزه روز خشوتری، این سوستر، این دستو تبین بقوه چی دست سلام کنی همولی هم جقیدنات سخ شیده گه دیگر دا بچه استاتر سلام که رنگ آدمی سیاتی دیگه کمی دیگه مونده است که انسان بنده یا شمال زده، خنک زده، یا دلتیش که همون خودش دلتی کرده که دلتی بدن برای انسان یا پیشروی کردن است. اما شما در مظلومیت قرار میگیرین. دوی ما میخواهیم که ما برای چی میگم نویتالین دویم نویت میکنیم و من میتونم خطار شما بشینم نویت کنم، بشینم خطار شما بگم نمیشه و چیکار میکنه. یک بار برختون یک سوال بتین که چی به یک قلق تونسته است تو دست توجیک نمیتونی. تو دعوا از توجیکستان بدن داری، تو دعوا از توجیک بدن داری. ما که از توجیک بدن دعوا ندارم، ما یک قلقم، یک توجیکستانیم. ما دعوا از توجیکستانی بدن دارم، توجیک بدن نه. پس کجاستین شما؟ بعضیات گپ میزنه رنگ ترمیناتور موری کو ما زونا رایتا ما زونا داشته اگه براتوا دارم مشنوسی این مومایل دمیوی که دوملا میشین در سرتون توقی میمونی. ها بچه یا که منی بیزنسمن دیگر که دارید یا دیگر سپارسمنتو ای بس برای شما که پیشوی ملت، پیشوی او وظیفش از پرزیدنت است، وظیفش از هر کاری کرده است. ما نباید در اون مینه‌داری کنیم،
миннатдорӣ кардани вазифаи манат нест. Манам президентчам, миннатдорӣ накунен аз ман чиз як коре кунам, барое ки вазифаи ман аст кардан. ман одолжение намекунам шумода. ё онам роҳи байни хуҷанду душанбе рӯзи дуроз дар рӯи мардум таъна мекунанд ки роҳ сохтем, туннел сохтем, фалонӣ сохтем. хуб фарз кардем сохтӣ, чӣ кор кунам ман? чӣ кор карданам дар кор аст? ура барои тиҷорати фарзандот сохтӣ. хуб тамоми мошини фарзандот, фарозу чарозу дигарот бепул мегзара мерава. не ки ман кай рафтам пулша додагиям. мада похринай ты роҳ сохтай, ты чӣ сохтагӣ? барои ман интерес надора. пулаки аст, ман пулша додам рафтам. 20 сол мешава аз мардум аз ӯ роҳ пул мегирӣ. 20 сол мешава пул мегирӣ. бо мардум гап зана, ина роҳ кардем, ободӣ кардем. ту ободӣ накардай, ту бизнес кушодагӣ, як шоҳроҳ кардай барои бизнеси худат. ман аз уҷа мегзарам, ман пул мегирам. ман як ҳотел месозам барои мардум не, барои бизнесам. одами хоб кардагира ман намегум ки ина диди ҳотел сохтам, ободира диди ҳотела. ӯ ҳотел барои ман бизнесам сохтагиам. ӯ одами хоб мекардаги да фарқ надорам. похрин аст ман чӣ сохтам, чӣ насохтам. ӯ пулша додааст, хоб кардааст. аз он ҷумла ҳамин раи шумо ҳамин аст. барои мара ира ман дастоварди ватан гуфта наметавонам. ин дастоварди тиҷорати оилаи Эмомалӣ Раҳмон аст. ман аз ин чиз бепул ягон чи истифода бурда наметавонам. баъзаме ки ман налог метам, страховкаи мошин метам, мефаҳмӣ, сӯзишворӣ ман мехарам, тамоми чиз ман бо дазуро гайё истодаги бо пул мегирам, пул метам, взятка, бо плюс тарозу истодаги пули тарозу метам. ман раҳ мегардам. ман чӣ миннатдор шам аз ӯро? ман пулша додам, рафта истодам. ман чӣ миннатдорӣ кунам аз ӯ? наоборот, Эмомалӣ ҳам пулкор карда истодааст, бо ҳам мардума таъна карда, миннатдор карда истодааст ки шукрона кунем ки на мо роҳ сохтем. не, ӯ роҳра ту барои ман насохтай. ман аз ӯ роҳ пулша додам, истифода бурда истодам. попробуй мара як бор бепул сар бите ӯ тараф. як бор бепул сар бите. ман бигӯм ки ина роҳ сохта Эмомалӣ, ман як бор бепул рафтам. ҳоли роҳ ту тараф варзоб буд нашида буд, туннели толи кандагӣ набуд, ин тараф тутаи шаҳристон буд, ду тараф тутаи варзоб, ҳамун чиз варзоба буд. ту уже се шлабаун айсу мондагӣ пул мегирифтӣ. ҳоли туннелет хабараш набуд, ҳамин пула мегирифтӣ. 7 сол ҳамин пул гирифтӣ, то туннелет кушода шудан, 6 сол кушодан, чанд сол, ҳамун қасол пул гирифтӣ аз ин мардум. барои чӣ пул гирифтӣ? барои намун шикатури асфалтат. чӣ миннатдорӣ мекунӣ? ин чӣ рабт дора ба ободии ватан? ин бизнес аст. ҳозир ман бигӯм ҳамихели раҳи бизнесистон мефора. ман чанд қайн ҳамихели бизнесмена биёрам ки дар Тоҷикистон тамоми раҳотона оина бикуна, не ки пул бигира аз ӯ. барое ки бизнесмен ай мардак раҳ месоза, аз уҷа пул мегира. барои чӣ миннатдор раҳ сохтӣ? Хуҷанд, Душанбе, Бадахшон, намун раҳи Трасаи Калон, через худи Китай рафтӣ, уҷа кӣ мерафт? границаи Китайда кӣ мерафт? кӣ зиндагӣ мекунад дар уҷа? кӣ мерава уҷара ту километраш $1 миллион асфалт кардӣ? дар ҳолате ки дуруни Душанбе ва лави Душанбе ва дигар ҷои Қирғана, ин тарафу Бохтара, ин тараф гуфти ҳамун гапо Зафарободу, чӣ ба тарафи Зафаробод раҳ накардӣ? барое ки айси даромад набуд. ҳам хел нест? чӣ ба имина аз ҳамун границаи қирғиз сар кардӣ, раҳ кардана овардӣ, через Хуҷанд иса бировардӣ рафтӣ? барои чӣ? барое ки аюҷа бизнеси худат меомад, бизнесот ки меомад аю тараф, вай тараф мебиромад, мерафт. халос. аз ин ман чӣ миннатдор шам? ҳама аз бизнеси духтарат пул кор кардистем, аз нефт, газ, сигарета, бензин, ҳамаи чизе ки оварда истодем, ва ҳам аз мардуме ки болои раҳ қатӣ мерава, аз ӯ пул кор карда истодем. чӣ аз ин чиз моро миннатдорӣ мекунем? ба кадом асос шумо метавонед ки миннатдорӣ кунед моро аз ин чиз? чӣ ҳоҷият дора ки ман пешвои миллат ташаккур барои роҳ бугум? чӣ ташаккурӣ кунам? ман пулша додистам.
پریستایت کنیم و رفتم در رستوران دروما موقوت خوردم اومده به پول نداشت که من بگم کجا از رحمت برای بگیم که به پول اوقات دادگی چی به ما بگم کجا از رحمت پول شدودم اوقات خوردم خلاص خستم رفتم ما چی یک ساعت بشینم از او مینادوری کنم میفهمی نمیره برای همین دوستای عزیزم امام علی رحمان هر کاری که در تاجیکستان کردگی هست تنها برای فایده خودش کردگی هست و علیکم سلام هر کاری که امام علی رحمان کرده باشه اگر از اوجا اینترس عائله نباشه او کار کردگی نیست او کار شدگی نیست من میگم که عادی ترین چیز همی جوان دوای فارسی داره چی باید همی جوانو رو نیوردی کتابو رو بنویسن ترجمه کنن مکتبو دانه موندی درس بتن جوانو رو یاد بتن فارسی یاد بتن چی بد داشت که تو یک انسان دوا از فارسی میکنی من میلیون بیاین میگم که بیاین قطعی صحبت کنن من نمیگم من 10 آدم 20 آدم نمیارم شون من قطعی دوخ دارن بیاین ای روی قانون صحبت کنن از روی عدالت از روی کتاب از روی کانستیتوشن از روی آن چیزایی که برای ملت کردن تا امروز طعنه میکنن بیاین کو گپ زنن بیاین کو بعد گپ زنن امام علی رحمان از دوشنبه دنقره میرفت برای خیچ راه اساس کردگی است و از مردم پول میگیره خلاص یگان جای چی نداره چرا طرف قرغن اساس نکرده است چرا دیگر طرف اساس نکرده است چرا این اون جایی که خدا شونده میره من از همونجا اساس کردگی است میفهمی نمیره برای همه دوستای عزیزم اینو نمیتونن اینو غیرت ندارن بیان قطعی صحبت کردن در این مسئله ها بعد این همی چور به عقل روی میکنن بیچاره را این همی پوچکنده را از بس که دیگه در حیات اونو نه تربیه اویلوی دارن نه تربیه زندگی دارن نه علم دارن نه آداب دارن نه اخلاق دارن این میورن میگن برین همه دیگر همون بنویسین دیگه چیزی میفراتون همون دیگر نوشتن بگیرین همونجا خطی همونو دیگر بحث کنیم ما هم یک چند وقت شخصا من خودم کوشش کردم که بگیم برای اینو یک کوشش کردم بفهمونم اما متاسفانه همون گذشتگان راست میگفتن اگر همون درخت که از خوردی که او کچ کلان شید او که دیگر همون ریشه گرفت که قوس شید دیگه او را راست کردن نمیشه او را راست کردن قین است او را فقط هم پیلارما میگن که تخته میبره که لبوین همون درختی کج طرفی کچ میگیره میپرتوه بعد همون میشیدگی جوشه تخته میزنه که ایو دیگه هم تری یعنی که پیلارما ایو دیگه مرگ است همون درون قبرستان است بعد مرگ دیگه در درون قبرستان شو کمتر راست شوند اما در حیات این انسان ها راست نمیشوند برای که فوندامنت آداب از خانه فوندامنت آداب و اخلاق از خانه و فوندامنت علمی ها از همون مکتب امام علی رحمان اینو که اکثرش زاده همون پرزیدنتی امام پرزیدنت شدن امام علی رحمان هستن بگیم اینو هر دی فوندامنت ندارن نه آداب و اخلاق عائلوی از عائله نه یک فوندامنت دارن نه یک فوندامنت که از مکتب یک علم دارن ندارن این انسانو اینا نه آداب سخن دارن نه اخلاق سخن دارن نه منطق سخن دارن میفهمی نمیره کجا ما بخیزم همین جوانا بگیم من چند سال کوشش کردم برای اینا که همین فهموندم ای برادرم یعنی اشتباه است بیا نک بعضن حالتا مجبور شدم که مثل همینا گپ زنم مثل خچون گپ زنم کوچگی گپ زنم رنگ خچون ترمیناتور کنم خدمت گپ زنم بچه گوش که نه ترینک گفته خطی خچون که رنگ خچون گپ زدم کوشش کردم که همین انسانو را بفهمونم که ای برادرم یعنی اون چیزی که هست نیست در دهنت پیش کردن نگی هر چی که در دست اومد در دهنت پیش نکه یا پوف بگو صوف بگو توزک بولوشه ببین نگاه که راهی که تو قدم میمونی سیاست در دیگر جو که خطا میره فکتا میزنی
و بدون که تو آیا یگان مفکوره یگان فهمیش در همه چیزی که تو کرده ایستادی داری یا نداری نشیدی یا نمیشون گفتم که دیگر همون درختی که همون از یاشیش که اینو را اگر این فوندامین تربیه از آیله که نباشه گه فایده نداره او چیز تاجیکستان 10 میلیون اهالی است همه همتری نیستن که رنگ همی یک 4 احمقن یک چند دونه نیو زیاد نیستن خلاص اینو آیلاشون هم خیلی بگیم غجدن جزیرن فحشن بگیم سخنهای فحش بسیار استفاده میبرن برای همین نمیو تیک توک میدروین بسیار ما کوشش میکنم که مردم از تیک توک ببرورم که تو که همین هم خیلی چیزو ده بلکه چیزای خوب داره تیک توک چیزای علمی داره چیزایی که بگیم که از اون چیز گرفته میشه اما خیلی مردم حالی دوران در همون جای خودشون هستن خیلی باشه هیچ گپ نداره وقت ساعت داره هر یک چیز وقت ساعت خودش داره شاید که در دست ما میبودن یعنی این چیزا را کلان بگیم که یک کنترل میکردیم تو جای خودش میموندیم که این چیزا نشه یعنی اخلاقی بد ریختن آبروی انسان خودش میشه یا آبروی ملت هم میریزونی از اخلاقی بدت اگر که ما همین اخلاقی بد داشته باشیم البته که نه تنها برای ما میزنه اگر گرچه من قلقم باشم یک اخلاقی بد رفتاری بد داشته باشم یعنی این اخلاقی بدی ما از این رفتاری بدی ما یعنی تاجیکستان را بها میتن تاجیکستانی ها را بها میتن تاجیک ها را بها میتن نه تنها تاجیکستانی را بها میتن امروز نمی شاهدش هستیم که یک چند کمبودی که در جامعه شید بگیم دیگر نامی تاجیکستان بد شید دیگه فرق نداره در اونجا باور که اتئیست باشی اگر نامت بده میفهمی میره تو تاجیکستانی نامت بده دیگه در اون استرویکوی مسکو و غیره جو حساب نکنه دیگه نگاه نمیکردن تو کی چی تو میفهمی نمیره بار کردن همه را به نام نمون بگیم تروریست اکستریمیست بار کردن دیگه این همی نشانه همو است که این همی چیز باید برای نمو احمق هایی که بگیم که به آداب هایی که بگیم همو رفتاری که در تیک توک بد رفتاری میکنن این همی را باید درک کنن که یک بد رفتاری ما میتونه که در کل ملت زیان برسونه در کل تاجیکستانی زیان برسونه نمی یک بد رفتاریش این همی نشانه است این همی چیز آدمی به عقل ده این همی بس است که بیس که زنش ما اشتباه کنم نه تنها ما بلکه دیگر کلی تاجیکستانی زیر سوال میروه دیگه در اونجا دیگه اوزی استرویکو اومده اتکود تاجیکستان اونا میگه که ملتت قلقای لقای که تو چی ملتی تو قنگراتی تو بخیر قنگراتوش جدا کنین لقایوش نبرین فقط تاجیکوش برین یعنی که چیز گفته نگفته است دادن بارش میکنن همون دیگر همه پالی بارش کردستن نوبتی که گفتی همون گپو اونجا دیگه ازبک قزاق قرغیز هم بار کرده برده ایستادن بعد در عدل سرتیروفکا میکنن تو برات بیست میفهمی نمیره برای همون احتیاط کنین هموطنای عزیزم در همون تیک توک ها گفتار میکنین در دیگر جا گفتار میکنین یک اخلاق بدی شما دا میتونن تاجیکستانی را بها بتن یک چیز خوبی شما دا میتونن تاجیکستانی را بها بتن میفهمی نمیره وقتی اونم یو اف سی هم میبرویه یک بیت شما میبرویه میگه ایز تاجیکستان هم میگه در حالت که ملتش مثال بگیریم قلق باشه یا ملتش لقای باشه یا ملتش نمیدونم لولی تبار باشه میگه ایز تاجیکستان یعنی فخر تاجیکستان است از تاجیکستان است میگه ای اونا میگه قلق است اونا میگه که لقای است اونا میگه که لولی تبار است اونا میگه پومیری است نه میگه کلوبی است نه میگه خوجندی است ایز تاجیکستان هم میگه یعنی ببینید که یک اخلاق خوبی شما هم میتونه که فخر وطن باشه و فخر ملت باشه یک اخلاق بدی شما هم بگیم که بدی وطن بدی بگیم که ملت میشه برای همون دیگر اینوش که آدم نمیشه و نه که به هر حال باز کوشش میکنیم که باز
با زبان خود شو نشید، با زبان خودمون فهمونیم با یک دیگر رجدی و بگیم که یک چیز دیگر باقی خچون میدونن. من تنها هر کاری که اینو میکنن ما همین اوتو و چای همین را بها میتم که یعنی اوتو و چش این همی درجه بداخلاق است که یک فرزند همی خیلی بداخلاق کلان کدگی است. یعنی اگر هر چندی که اگر اینو خواهن که پدر مادر ایو از نگاه ما یک بداخلاق بتوه یا از نگاه یک دیگر انسان یک بداخلاق پدر مادر بتوه، خب میتونن که دیگر هم بداخلاقشون را کدام بگیرن، یگان مشکلی نداره. من تنها میگم پدر مادرش بداخلاق یک فرزند نمیخواد بداخلاق کلان کرده است خلاص. برای دوستای عزیزم، هموطنای عزیزم و گرامیم، اگر که شما سرجم نشین، اگر که شما تقدیر وطن و تقدیر ملت و تقدیر هر یک تات خودتون به دست خود نگیرین و با امید با این ملا و با این سیاست مداری که امروز ما داریم به نام ملا و به نام سیاست مدار که ما داریم، آینده ما بسیار آینده خطرناک می شود. بسیار بگیم آینده خطرناک می شود که شاید که یکی از بدترین ملت های روی دنیا وارد شیم در سپیسکه، یعنی که 4 سپیسکه ده که همه جدا تاجیک دیگر خطر باشه، یعنی که تاجیک به خطر نگاه کنن که این خطر هسته، این نمیدونم چی است و وطن باشه زیر خطر میمونه. این هم خیلی آب شوشته رفته ایستاده است. ما صد بارها میگیم که تاجیکستان یعنی نیاز به یک تعمیر داره. البته که بعد از انقلاب این وزیر، این نظیر، این انسان هایی که هستن همه اینا بازداشت میشوند. البته که اینو یگان کشتن قتل چیزو در سر یا صورت نمیگیره، برای اون که ما یگان ظالم نیستیم نظر به ایو. اما همین 32 ساله که فرصت داشتن مصرف کنن، پول ملت مصرف کنن، وطن آباد کنن، نکردن. بعد از این تا زنده که هستن روچنوی بیل لپاتکا کتمان قطی ما اینا را کار میفرمونیم، کلادس ها میکنیم در داخل پایتخت، قبورهای زیر زمینی میکنیم میخوانیم تا که این پایتخت داریم خیلی باریش و غیر چیزها شوه. هم پایتخت دا بگیم که حداقل آب را و دیگر وینتسیا نشوه، تاجیکستان وینتسیا نشوه پایتخت که درونی پایتخت دا لطکه قطی بگردی. یعنی از همین اینا را ما کار میفرمونیم. میفهمین؟ دادر یکش برای که خداد یک از آیله بگیم بسیار بداخلاق هستی، فکر کنم که پدر مادرت هم خیلی یک انسانی بداخلاق هستن، برای اون که هم خیلی تربیه کردگی هستن. فکر کنم که پدر مادرت از کوچه اخلاق گذشتگی نیستن، برای که پدر مادر طرف پدر مادرش بد اخلاق بدگی است که پدر مادرت بد اخلاق کلان شدن. اگر همین نسل به نسلت بگیریم بیم، شاید نسلت بد اخلاق بود که از شما یک انسان سالم به دنیا نیامد یا از تربیه سالم نیامد. البته که اینا را ما چیکار میکنیم؟ اینا را بگیم کار میفرمونیم، اینا را تعمیر میکنیم. خانه هایی که تاجیکستان امروز داره ما این خانه ها را قبول نداریم، یعنی که این خانه هایی که هست ما این خانه را شخصا ساختی خانه را قبول ندارم. البته که خانه های تاجیکستان بگیم که با یک متد نو، یعنی ستون های زیر زمینی، ستون های بالای زمینی و بگیم که از غشت هایی که بگیم از متریال های یعنی حداقل آب برسه آب نمیشیدگی، یک بگیم غشت پخته یا بگیم پینا بلوک، بگیم سمنت بلوک هایی که بگیم از این چیزو یک چیزای پخته البته استفاده برده میشود. با تمام قوه سیسما پویس و غیره چیزهاش بگیم استفاده برده میشود و این چیزها بگیم که ساخته میشود پیش از اونه که خونه شما چپا کرده شود، پیش از اون که خونه شما از بین برده شود. البته که نقشه این چیز گرفته میشود و اول برای شما ساخته میشود این چیز، بگیم بعد از اون خونه شما از بین برده میشود یا که خونه شما از بین برده در جاش همین چیز ساخته میشود. خانه و قشلاق هم با پروژه میشود،
همه خانه ها با پروژه میشه. یگان چیز از پیش خودتون ساخته نمیتونی. از پیش خودتون یگان چیز ساخته نمیتونین. هر چیز باید با پروژه شود و بگیم که با او بگیم که همون استاندارد یک کشور در مطابقت کنه. البته برای شما این چیز ساخته میشه. خانه هایی که آینده ساخته میشه برای مردم، قشلاق ها و غیره چیزها، البته همه نقشه خطی ساخته میشه. هر انسانی که تاجیکستان در برای خانه مبلغ از دولت میگیره، برای او پرسنت خیلی چیزا نمیشه و تنها همون مبلغ گرفتگیشه برمیگردونه با همون توانایی که خودش داره و نداره داده وقت داده میشه و 1 سال نمیتونه، 2 سال نمیتونه. هر وقتی که توانایی کرد، خواه اگر بگه که هر سال مثال یا هر ماه میتونم که مثال 100 سومانی بسپارم، 50 سومانی بسپارم، نداره. برای او ستفکه مانده نمیشه. برای چی؟ برای که برای تاجیکستانی سرپناه هست. او برای سرپناه گرفتگی است. او پولا برای بیزنس نه، برای عیش اشرت نه، برای کیفیت نه. او برای سرپناه خودش و فرزنداش، آیندهش. همین مرغ است، یعنی که یک جای سرپناه در کار است که تخم کنه. اول که ما انسان هستیم، ما فرزند میاریم در اونجا. یک شرایط حتما خانه تاجیک کمترین خونش از 100 کوادرات باید باشه. این قانونی قبول می شود در تاجیکستان. خانه تاجیکستانی کمترینش باید 100 کوادرات متر باشه. این اوجه یک خانگی میگن که در تاجیکستان میگه یک خانگی است، یعنی 100 کوادرات متر باید باشه. و حتما خانه تاجیکستانی باید 10 اتاج باشه، یعنی یک اتاج از 10 اتاج استفاده بره. تا قشلاق اتپله نمی شود، شهر نه، تا قشلاق اتپله نمی شود. برای که ما خواهیم طبیعت تاجیکستان نسوزونیم و طبیعت تاجیکستان با طبیعت باید باشه. مردم از سوزشواری برگردوندن که مردم درخت را نبرن، علف را نبرن. مردم دیگر هم ایجا را آورده تپگه های گو عدیر گرفته آورده پیچکده ندوزن. گهی گو برای عدیر یک پرو است، باید بیسته. البته که این چیزا نشوه، این کمبودی ها را برای از بین بردن ما قشلاق ها را اتپلینی میکنیم که تا که ما طبیعت نسوزونیم. یعنی این برنامه آینده خادم خلق است. یعنی آن برنامه که هست، این برنامه های آینده خادم خلق است و 10 سال ده باید از همین کل گفتگی چیزام باید ای بالوش ای ودش ببرایم. و برای مردم تاجیکستان، تمام مردم تاجیکستان با مطابق یک سازشنامه، شستن طلا، کوفتن نقره، کوفتن بریلیانت، هر چیزی که زمین تاجیکستان داره برای تاجیکستانی بگیم که اجازه داده میشه. و این چیز باید تاجیکستانی بکوه بیاره، دولت او را بگیریم از تاجیکستانی بگیره، دولت او را فروش کنه و برای هم دولت فایده بیایه، هم برای اون انسانی که بیکار نمونه بره بکوه یا تیلو پیلو یا نقره یا چی بیاره بکار کنه. مناپولی را از بین میبریم. یعنی چیزی ملت برای به استفاده داده میشه. البته که نقشه ها هست آینده، ولی میگن که تاجیکستان از کجا بگیم چی میکنی. خب تاجیکستان از یگان جونه تاجیکستان مردمش سر بتیم لب دریای سرخاب ببروین، این طرف یاخسو ببروین، تیلا بشوان ده 1 سال خیلی هم مردم گفتی هم گفت 100 تونه تیلا میشوان. همین مردم 100 تونه تیلا را میشوان، میورن در دولت میسپرن. خب دولتش میبره میفروشه، میوره مردم دا بگیم که پرسنت میته، حقش میته، حقی همون کار کردگیشه بگیم که بکو بیار با جان دیل. 30% همون پولش هسته، 70% از دولت. بکو برا سیتکه تا بگی، قبچه تا بگی، کفتان بگی بیار 1 کیلو بیار، 2 کیلو بیار، بگی 30% پولش بگی. با همون نرخی جهانیه که همون تاجیکستان معین میکنه، مقرر میکنه، هم 30% بگی. مرحمت لوبای چیز تا بیار که چیزی همون نقره باشه، تیلو باشه، دیگه باشه 30% شایته یا 40% شایته. مرحمت
اینا جای کار برای مردم. این ای جای کار است. جای مونوپولیا نکنید. شالا که آینده میگم که نقشه زیاد است. بعضی انسان دعوا از طبیعت میکنه، درخت نبر میگه. امروز امام علی مردم مجبور میکنه درخت را نبر، ما اشتراف میکنیم میگه. این همه اروپا دا درخت ببر بیا در خونش بتکو، میگه تو دیونه ای را که جو وردی خونه ما. میگه ما چیکار میکنیم میرا. میگه برای که اینو علاوه گفتن چیزا فراموش کردگی. یعنی قشلوقش هم تپلینی داره، حتی که در قشلوقو علاوه نمیکنه. وقتی که ما اگر میخوایم طبیعت حمایه کنیم، باید ما چیکار کنیم؟ باید ما طبیعت سوزونه نیازش تامین کنیم که طبیعت نسوزونه. تمام طبیعت حمایه میشود. چی است که گفتیم گپو این مردم از زندگیش تباه کنی و مردم در خنکی قطی گودکوش بشینه یک کدگی بگو که درخت نبر که من ترش طرفت میکنم. با کدوم اساس تیرش طرف میکنی؟ این مرد خنک خورده ایستاده است. برای که تیرش طرف کنی که این درخت ببره، اول تو برای گرمی تامین کن. بعد از اون گرمی که داره همش 100% است، باز هم خیس رفت درخت برید، در حالت ما حق داری رش طرف کنی، جریمه کنی، زندان کنی، حق داری چیز ده. یکی در حالتی که این مرده که گودکش مرده ایستاده است در خنکی، حق نداری رش طرف کنی. برای تو وظیفت اجرا نکردی، خونش گرم نکردی، این مجبور است بره درخت ببره بیاره خونش گرم کنه، گودکاش گرم کنه. این هم یک حکومت داره، خیلی حکومت بسیار بگیم که خراب، خسته، بی برنامه، بگیم به هیچی است. فقط برای کیفیت آیله هست و میگه کل خدم سرم دیگرش در پروا ندارم. همین امام علی رحمان عیناً خیلی حکومت داری داره. خدم سرم دیگه ملت در پروا ندارم. رقص باشه، سرود باشه، چورابینی باشه، بچه بجنبون برقصون، قدم قربان بیار، نه مسخره بازار سر بته هوشی مردم بگیرن بیار قدم سر پاورود که نمیدونم آخری پاورود بگو نیشبی کوتالی بگو پادیوم اپاس نیا یکم بگی دیم بگی سپوسک داد کالوت کیوت سوخت بچه دودش برامد بوش برامده است مفت علیش که نمیدونم چی اینه خیلی بگم یک مسخره بازی رو در درون مردم امروز تلویزیون تاجیکستان هم داره اینم چیزا رو استفاده میبره. مرحمت قدم قربان حافظ خلقی بگیم چی گرفت؟ عنوان گرفت. حافظ خلقی عنوان گرفت. دلیل نظر موسیقی تاجیک نعت آهنگ تاجیک در دنیا شناس کردگی سالی بگیم که حافظ خلقی گرفتگی نیست. قدم قربان سر پاورات حافظ خلقی. این امروز فرهنگ دوستی امام علی رحمان، این امروز مدنیت امام علی رحمانی که دعوا از تاریخ 3000 ساله میکنه. یک انسانی که دعوا از تاریخ 3000 ساله میکنه، یکی هم تاریخ کو جزیرباد چه برآورده است دست خودش. میفهمی نه وطن؟ دعوا از گل شکوفان و پیشروی این وطن میکنه. 4 تا باران میبارد، پایتخت وینیتسیا میشوه دیگه، واسه و کلاب و دیگر این طرف بگیم که نه چیزا را خدا زده مرا میشوه میبره. با تا این سال تیراما و با تو تیراما را ساز میکنن، با تیراما داوشون میزنن، با تو بهار را راست میکنن، با بهار داو میزنن. این همه مردم بیچاره این همه احوالات میزنن ساز میکنن او میبره، میزنن ساز میکنن او میبره. 70 سال SSSR بگیم که مو بود یگان جا را او نمیزن. برای چی؟ برای که دنبا بود توزه میکردن، کانالا را میکندن، خطرها را میآموختن، همو دا نگاه کردن بگیم کانال های ایلوگی میکندن میموندن، بنام زبر بنام دیگر چیزو کانال های ایلوگی کانال ها داشتن. برای چی؟ برای که بنو او اگر زیاد شوه همو کانال ها دا بروه، یعنی که این طرف دیگر قشلق خود نگذره نروه، مردم بگیم چی کنه. ستالین ای مسکو ایستوده توجی که برای تای اونمونه فکر میکرد. دویم فرمان میدو دایره را توزه کنین، او را توزه کنین، کانال را توزه کنین، او کانال بکنین، جای هایی که از کانال های کلان بکنین تا که همو او را بکشه. لوای کانال ها بیتونو زدگی بدو آوازی میکنین میرفتین اخوی. همینطور جا داره. فکر نکنیم که تنها در همو اطراف های ما قشلاق های ما بود. دیگه جا هم خیلی بود. خلاص. یعنی این همی است بگیم که
نه یکی ملت حالش به خدا نمیسپریم همون باور کنی با امید خدا و با امید امام علی همین روز اومدیم زدیم. این همین ملاها هم دیگه دوی امور هم گفتن که هم دیگر می خدا هرچی که تامورا میخری هر کاری که هست تامورا میکنی. بیرون از دیگر دادی خدا هیچ کار کنه شکرونه که صدقه بده. با میگفت یک آدم کم بغل به صدقه داد برو گفت که کم بغلم گفت با صدقه بده. این زن بگی با زن بگی گفت است. او رفته است من نانی خورده ندارم گفت است با زن بگی. با آمده است که من نان ندارم دیگه چیکار کنم گفت است با زن بگی. خودت استرادت کدیس جایگیش نگیره کمیای اونایی از یاد زنک گرفتگی او هم استرادت کدیس قطعی گودکات کمیای باید کسی دیگر را بیار دلش استرادت کنی باید کسی دیگر را بگی گفته است باید کسی دیگر را بگی گفته است همین تکده 4 بار گفته است بعد 4م بار یه روز اومده است تبسم کده گفته است چیکار کرده است گفته است که یا حضرت یا پیشمو را گرفتیم 4 زن گرفتم زندگیم سوز شد کنیش نه زندگیت سوز میشه ما هم 4 زن بگیرم زندگیم سوز میشه 4 زن برون کار کنن 4 زن بگیم که مثال میگیریم 10,000 سومانی اویلیک بگیرن 8,000 سومان اویلیک ما هم زندگیم سوز میشه کار نمیکنم دیگه 4 زن کار میکنه 8,000 سومان هم میگیرم $800 میشه خب 200-300 است پروداکت میخرم میگم کارچکه پیاز ماکارون نمیارم شوربا کنین اما کسا بخرین میگم تمام значит решение همینجا هم خیلی من میدونم آدمی را که مثال همینجا 3 زن داره کار میکنه 3 زنش کار میکرد مرسدس سوار میشید میگشت BMW سوار میشید میگشت تویوتا رنگ کروزر داره اینه میجای 3 تا زن داره 3 تا زنش کار میکنه هر یه زنش گویی هم گفت $700-800 اویلیک میگیره میفهمی نمیره قریب $3,000-3,500 ماهانه بگیم اویلیک های زناشه چی میخوره 3 زنه هیچ $500 دا $1,000 دا پروداکتش که هر سهش ای میو توی مورا میخوره $2,500 دیگه در کیسه میگرده این از برکه زن 4 زن بگیری خلاص اینم تاری داینم دوملو اینم تاری گانیاد میکردن یامر بانوم هم دوملو دوینم تاری گانیاد میکردن خلاص و دیگه باور میکردیم میشیشتیم باور میکردیم میشیشتیم باور میکردیم میشیشتیم ای ممالی باشه با ما را تاریخ گانیاد میکنه ما تاجیک ها تمدن تاریخی 3,000 ساله داریم ما خلق تاریخ ما حضرت آدم اومدیسته گپ داری بیا دکازت ما حضرت آدم تاریخ دارم میفهمی نمیره میشه همینطوری بگم بشینیم منو امام علی رحمان تاریخ تمدن گانیاد میکنه دوملو بوشه شکرونه و صدقه و خیر طاقت صبر طاقت دعوت میکنه و شکرونه خلاص این همه 32 سال شد اما با صبر و طاقت با شکرونه با دعایی که دوملو میگفتن خدا را دعا کنین مرد مای دعا کردن با او خدا را هیچ یکی وطن آباد شوه یا برا او زده او ششته رفته استوده است دانه کار کردن در کره وطن ده دانه زبر را تازه کردن در کره است دانه ای خدای را پرسیدن در کار است که ای خدا رحم که برای ما خدا گفت اگر ما تر عقل دادگیم بخبره دایره را تازه کرد دنبه بزه جای او می آمدگی را ولی کار پاکستان کرده است پاکستان یه طرف او رفته استوده است دیگه کم مردم ده برآمده است از آن داده است الله اکبر الله اکبر او زده است او چه مایوده او زده است برای گودک نجات بده او باران باریده است او سیل زده است خیست است برآمده است
او را پیشتر باید هم جای او میخیستگی را دنبه میزدین اوجا را، بیتون میریختین اوجا را که همو او قشلوق نمی اومد. او قشلوق شوشته است او مردم از زنش برده است، کودک یک از در دنیا او موندگی است. او برا او یا بیل میل بگی یا چقری بکن یا جورا او یا سرکه او چیکار کنه دیگه؟ او نمیدونم او چی فایده داره از اونیته. یعنی مردم گل کدگی هستن، این احوال دووردگی هستن مردم. این هم 24 ساعته رادیو اف ام مچیت ما است. رادیو اف ام مچیت 24 ساعت نمی چیزا گانیات میکنه در سری مردم. اونو دوملو ویدوشی رادیو هست. صدقه خیر که نه تاریکاد اونو تاریکادی نه تاریکادی نه تاریکاد 1400 سال پیش در مکه بارون نمیبارید. همون مکه بدگی هم با امید خدا بدن همونجا. یکی از زده است بارون و بوران خستگی است، یه بربر آب برده ایستاده است. طرفای اسپانیا ایتالیا هم با امید همون دورای عیسوی ده خدا ده با امید چیده اتاپلینی نکرده بدن خونهشون ده خیال میکنن لوی اکیان است. اینجا خدا دوی مهم خیلی سوختگی است که گرم کک میسته اوزی خنکی شیده ایستاده است. آدم‌ها زمستون ده در خونه زندگی کردن نمیتونن، پیچکه زده استن در خونهشون. اون اقلیم میواز شید فایده نمیکنه دیگه. نه الله اکبرت فایده میکنه نه دود فایده میکنه. فقط خدا عقل دودگی است را بخیز تصمیم میگی یک کار که دیگه وجوده. این اقلیم است، یه 1000 سال 100,000 میلیون سال میشوه اقلیم همیتا تو میخره. یعنی که یه روز گرم باشه شب دوره روز دوره، همین چیز برای تر باید دمی یک ادب باشه که از هم پروردگار نمی چیز است. شب است و روز است، یه روز خوب است یه روز گنده، یعنی که هم روشنی است هم تاریکی. 12 ساعت خوب باشه 12 ساعت روشنی باشه 12 ساعت تاریکی است. میفهمی نمیره میگه بخی بچه بخی ها درکت که بخی ها کاره که او فایده نمیکنه. اونا مردمی عرب هم از تای او مونده استودن. این طرف این دوبای تمام زاده رفته استوده است. ها پوستینه امروز پوستینیو باسین شده استودن، او شده استوده است، پری او شد. این اقلیم است. اینا پیش از سوختن باید رشاد چه بگیری چیکار کردن در کار است. یعنی چیکار میکنی؟ یا که رشاد نگرفته سوختن یک انسان، پس امروز تو بخی علیش که یک سیستم را یک جور علیش که ما 32 سال رقص کردیم امروز این قرق برون در پایتخت وینیتسیا بگی جمعش کن. همتنه امام علی رحمه این امام علی رحمه با میخیزه برای ما از سیاست گپ میزنه، از آبادی گپ میزنه، برای مردم تاجیکستان سیاست میآموزه که سیاست، عدالت، حقیقت، قانون، کنستیتوسیا، دین، مذهب، تمدن، فرهنگ. امام علی رحمان از این چیزو گپ میزنه. دوستای عزیزم فکر کنم که این صحبت ما و شما برای انسان‌های بفهم یک فایده ای داشته باشه و انسان‌های بفهم هم یک فایده ای داشته باشه. فکر کنم که من بدرم کمتر خواب کنم، خستم شدم. یعنی 1 ساعت 13 مینوتی دیگر را به شما بگیم که در وقت برای نمی نوار مصرف کردم. هر انسانی که آسیب دیده استوده است، این آسیب اول نیست برای شما و این آخرم نمیشه و از این حالت و آینده بدتر از این حالت میشه و تاجیکستان بهتر نمیشه. و برای اون که خود شما اون چیزهایی که ما پیشتر قید کردم گذاشتم تازه کردن، دنبه زدن و غیره کارهایی که از 32 سال شاهد آن هستین که این چیزها در تاجیکستان نشیده ایستاده است و نمیشه و هر سال بدتر شدگی سببش، یعنی هر سالی که سیل میوید خاک و قم و سنگ از که ها میخمونه میوره و هر سال بگیم وجب با وجب هم دایره های چقری که ما داشتیم همون دایره ها وجب با وجب بالا میشوه، یعنی پر میشوه وقتی او را تازه نکردی. یعنی همون قدر فرصت آب همون قمی اومدگی آب و فرصتش باز زیادتر میشوه که برای بیرن ها از او جویبار ها و از او جوی آب بر اومدن برای فرصتش بسیار میشه و برای او را
برای آنکه خاک پر می شود، سنگ پر می شود دایره ها، تازه نمی شود دریاها. بگیم عیناً همین مشکلی ها را ما داریم و شما برای بهبودی زندگیتون، بهبودی شرایطتون، بهبودی وطنتون انتظاری نکشین. تنها همه وقت مردم عزیزی تاجیکستان، یعنی همه وقت تیاری شما در بگیم حالتی بد باشه، برای اینکه روز تا روز، سال تا سال تاجیکستان در حالتی بدی رفته ایستاده است، نه بهبودی ده. هر سال بگیم که شرایط تاجیکستان، یعنی همون قدر بگیم وضعیت سرزمین تاجیکستانی که ما داریم، وضعیتش وضعیت صدموی شده ایستاده است. سال تا سال خطرش بگیم که زیادتر شده ایستاده است. چی آبزنی، چی چپشوی، چی و غیره و غیره کارهایی که ما امروز بگیم که داریم میبینیم، همین شرایط بیشتر بگیم شده ایستاده است. حتی که در بعض دولت‌های اروپایی که دولت‌های کهی هستند، من رفتم اونجا را دیدم، بگیم که همون که از همون جایی که همون آموختگیان تو کجا آو هم خیلی چشیدگی است، همونجا برید کردگیان، شکاف کردگیان تو همون جای مرکزی که بگیم که همون آو برامده ایستاده است. فخص 24 ساعت آو میبروی اینجا. برای چی؟ برای اون که همون آوی همون که مثال که هایی که ما داریم نخیلی است، همون جایی نخیلی خمیده هم تا آو میویا میشینه همون تای که پول ایستو هم 50 سال ده 100 سال ده 200 سال ده باشه، همون حوض میشوه که هم تا نم میکنه تاشه، یه روز میشه هم که هم تا میچرته میروه، همین صدمه نشوه گفته همون ای پایونی که ما یک مسافه گرفته گستن راه شد، شکاف کرده گستن همون که از همونجا آو سپیچل هم توربو زدگیان همون چیزو آو فخص برامده است. همون آوی همون بدنی که مترونن که تو که همون که بگیم بلچق شده چپه نشوه، یعنی شراره نشوه، بگیم همه خلاص که ما این چیزا را بسیار داریم در تاجیکستان. ما در بسیار منطقه ما این چیزا هست که آوا کانالا پر میشوند و کانالا ساخته شدگی هستند. البته خیلی خطرهای زیاد داره. برای هم میگم که تاجیکستان بسیار حالت صدموی قرار داره. روز تا روز بگیم این حالت صدمویش خطرناکترش زیادتر میشود. سال تا سال در 32 سال یک کشوری که وقتی SSSR برآمد دایره ها تازه بود، کانال ها تازه بود، همه چیزا کار میکرد، گسو سویتو کار میکردن، اتاپلینیو کار میکردن، همه چیز سویتو بود. 32 سال این خودتون دیدین خطراتون ها. روز تا روز خطراتون زیاد شده اومد. با میدیو 4 تا دام نشین، با میدیو 2 کیلومتر اسفالت نشین، با میدیو علف گلزار نشین. ما حالت صدموی وطن باید نگاه کنیم، نه زیباگیشه. میگن کو کلیچستواشا نه کچستواشا باید نگاه کنیم. یعنی ما نباید یک انسان زیباگیشه نگاه کنیم. یک آدم اینه میمومالی را زیباگیشه نگاه میکنی، در کلاش عقل نیست. چیکار میکنی را زیباگیشه؟ فخر میکنه پرزیدنت مو خشروترین پرزیدنت، چیکار میکنی را عقل نداره. و ما هم امروز تاجیکستان هم خیلی میگیم دوشنبه را بین، زیباگی را بین. ما چیکار کنیم این زیباگی را؟ یک بهار میشه، یک چی میشه، یک کمی زیباگی داره. پس ما چیکار کنیم این زیباگی را در حالتی که وطن کلاگیش در یه حالت صدموی قرار داره، چیکار کنیم این زیباگی دوشنبه را ما؟ میفهمید؟ خدایار مددگارتون وطنوی عزیزم که 36 نفر خونه کردین، گوش کردین، بسیار مینتدار و سپاس برای شما. دیگر دوستایی که هستن که بگیم فردا میبینن و فکر نظر سالم خیچونه می نویسن و دوستایی که آبونه هستن و دوستایی که آبونه میشون بعدن هموطنایی که و کلی شما سپاس و بگیم که سلامت سربلند خانواباد باشین. گفتیمون دلیر امام علی که درود تا پدرود تا درودهای دیگر. اون کلمه فارسی خوب است، پدرود تا درودهای دیگر.